بسم الله القاسم الجبارین. هشدار به ساکنان سرزمین‌های اشغالی. رژیم درمانده، فاسد و مجرم نتانیاهو تجاوز از پیش باخته دیگری را آغاز نموده است. این خطای محاسباتی راهی جز پاسخی کوبنده، عبرت‌آموز و پشیمان کننده برای آن رژیم جنایتکار و کودککش توسط نیروهای مسلح قهرمان و مقتدر ایران اسلامی باقی نگذاشته است. به طور قطع دامنه واکنش ویرانگر رزمندگان شجاع ایرانی تمام نقاط سرزمین‌های اشغالی را در بر خواهد گرفت. هشدارهای پیش رو برای روزهای آینده شما: سرزمین‌های اشغالی را ترک کنید، چرا که به طور قطع در آینده برای شما قابل سکونت نخواهد بود. در شب‌های گذشته برای چندمین بار تجربه شد که اهداف حساس و مهم شامل مراکز نظامی و امنیتی، مراکز تصمیمگیری رژیم، محل سکونت فرماندهان و دانشمندان نظامی سرزمین‌های تحت اشغال شما را با موفقیت مورد اصابت قرار دادیم و همکنون بانک کاملی از اطلاعات تمامی اماکن و نقاط حیاتی، حساس و مهم شما را در اختیار داریم. لذا تأکید می‌نماییم نگذارید رژیم جنایتکار از شما به عنوان سپر انسانی استفاده نماید. از سکونت و تردد در نزدیکی اماکن یاد شده خودداری کنید و بدانید حضور در پناهگاه‌های زیر زمین برای شما امنیت ایجاد نخواهد کرد. رژیم مجرم صهیونیستی به ویژه نخست وزیر جنایتکار آن برای منفعت شخصی خود و خانواده‌اش ضمن به خطر انداختن امنیت و جان ساکنین جنایاتی را آغاز کرده که پایانی جز شکست و پشیمانی در بر نخواهد داشت. عدم توجه به هشدارهای ذکر شده روزهای بسیار سخت‌تری را برایتان رقم خواهد زد.